خونه رو با خاک و گونی ساختیم. بعضیا میگن گونی میپوسه، گونی خراب میشه. این سازه ببینید ابرخشت، تو کلی از کشورها الان دارن این سازه رو میسازن. تا حالا هیچ سقوط خاصی نداشته، یعنی داره جواب میده دیگه. این روش که بهش میگن ابرخشت داره تو کشورهای مختلف جواب میده. این روش کلا حالا استحکامش روی گونی نیست، اصلا گونی براش مهم نیست. گونی رو حتی اگه میسوزه میشه قشنگ روشو اندود کرد، یعنی با گل یا سیمان کاملا روشو پوشون که کاملا هم ضد آب بشه، هم در برابر آفتاب مقاوم بشه. ولی در کل اصلا گونی فقط تو فرایند ساخت مهمه. بعد از اینکه ساخت تموم شد، اون سازه خشک شد، کلا این سازه میتونه این گونی هاشو بسوزونیم. اصلا اهمیت گونی فقط تو فرایند ساخت مهمه. اگه دوست دارید در مورد فرایند ساخت ابرخشت و مراحل دیگه روی این ابرخشت انجام میدیم ببینید، توی قسمت‌های بعدی تو پیج ما بیاید و ببینید.